میشنوی صدای قلبم واسه تو میزنه هر بار، میشنوی هر نفسم رو واسه تو زندم انگار. چطورین کاپا هستم و خوش اومدین به یه ویدیو جدید. بچه تو این ویدیو قراره که بریم تو جهانی، حالا پسر یا چه دختر بیاد براش چالش بزنیم. حالا دختر باشه که خیلی جواب برای کار ما. میخوایم که چند بار اسممون رو صدا کنم، بعد اون آهنگه هستا که تو آخر ویدیو ببینی متوجه میشی چیه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. سلام، میتونی صحبت کنی؟ آره. آها. میگم یه چالش دارم برات، 5 بار اسم علی رو پشت سر هم تکرار کن. نه علی ها، اسم علی منه. علی اسم منه. خب چی میدیره؟ حالا هر چی تو 5 بار اسممو حالا اینجوری بگو. علی 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 اینجوری صدا. باش. علی 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 علی. من از قصد جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر. من هر وقت نگاه تو میبینم، رومو میگردونم، نگام کنی بیشتر. چطور بود؟ خوب بود. از 1 تا 10 چه نمره میدی؟ 9. 9. دمت گرم، مرسی. کار نداری؟ نه خدا نداشت، دارم ویدیو میگیرم. میخوام یه چند تا بیت برات بخونم بعد تو نظر بدی. از 1 تا 10. از 1 تا 10. همزمان داداش منم دارم ویدیو میگیرم. امیدوارم که زدار نخورید. آره راست میگه، ما داشتمون داره ویدیو میگیریم. حالا بخون ما نظر میدیم، ما میخونیم بعد شما نظر بده. الو دادا برم. بفرما. ندونسته دلمو به غریبه سپردم، اون غریبه رو ساده شمردم، گوله چشم سیاهشو خوردم، رفت از این شهر که دلمو به خون بکشونه، این جونمو به لب برسونه، جای دیگه آتیش بسوزونه. چطور بوداش؟ بخون تازه داشت باز میگیره. بخون. ادامه شو بلد نیستم. خب یکی دیگه میشه بخونی؟ فدات بشم عزیزم. ایشالا عالیشم جور میکنیم میخونیم عزیزم. خب من بخونم شما نظر بدی؟ حتما بخون. خب آماده ای؟ بخون دادم. رضایتم. نه این شوخی بود، وایسا. نه جدی دارم میگم، وایسا. خب داش عالی بخون. داش من الان بخونم شما خجالت میکشی. داش بخون با خجالت نکش. خب بابا باش. که از چی برات بخونم؟ رپ بخون. رپ؟ باز من یکی دید جیغش در اومد. کش من انقدر دیپرس نبودم و وینچسترم هم روم بود، تو بیزنس نبودم و شیفته یه جیبت نبودم، زودتر دنبال پیشرفت و 18 سال پیش وقت داشت، هیچ وقت این اندازه دنبال رپ نبودم، سرزبونم چاق نبود از درونم، اما یهو از پشتم بال در اومد. دارش ما هم گروه خوبی میشیم، قبول داری؟ آره آره. ما بیکس باکس کار بیس کنم. داداشم تو هیپ هاپی؟ آره داداش
داش حالا به خوندن من از 1 تا 10 چند میدی؟ 1.5. بیا شور داشته باش. داش ویدیو میشه. اینقدر تعصب ما رو کشیدی، ما هم تعصبت کشیدیم. نه شوخی میکنم، 10 بهت میدم داداش. داش فدات بشم، اصلا نگاه کن رو چشم جا داری. درخواست همتونم دادم، میخوامتون. داش اکانتمونم بند شده علی. خب دیگه مجبوریم با یه اکانت نوبی بیام ویدیو بگیریم. اشکال نداره عزیزم. فدات بشم، قربونت بشم. ما مکان نیست، ما هم که دلت صافت چجوری باشه. من میدونم دلت گوهه ولی خب میخوامت سلام، میخوامت. عشق کردم با اخلاقتون. شاکرم. فدات بشم. کار ندارین؟ فدای شما عزیزم. فدات بشم. خداحافظ. من از قصد. سلام. سلام. خوبی؟ خداحافظ. نه بابا یه چالش دارم. چی؟ من که چالش داری. نمیخوای شرکت کنی؟ خب چی هست؟ باید چند بار اسمم رو صدا کنی. اسمم علیه. صدا میکنی؟ خب صدا کن. خب پشت سرم صدا کن. خب علی. طول بکشه. چند بار بگو. خب ایسکا. نه ایسکا نیست، ناموسن ایسکا نیست. بابا صدا رو بسی چرا؟ حدود 5 بار بگو. پشت سر هم مثلا یه خورده تکرار باشه، مثلا تکراری باشه، یه جورایی مثلا یه فاصله‌ای بینشون باشه. صدا تو بسی. نه باور کن ایسکا نیست. باور کن. خب جایزه هم داره؟ جایزه آخه چالشش اونجوری نیست. حالا تو بگو. 5 بار بگو. همون علی. من از قصد جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر. من هر وقت نگاه تو میبینم، تو واسم از مزرعه میاد کیلوی دکتر شخ زد کل مارکتو. نگام کنی بیشتر، نگام کنی بیشتر. چطور بود؟ چه صدایی هم داد. از 0 تا 10 بهم نمره میدی؟ از 0 تا 10 بیا بگیم کاستوم اونجا بهت نمره میدم. یه بار کس نگو. کس گفتنیست کردنیه و تیسا نمره میدی؟ برشو بخون. خوندم دیگه. حالا یه خاصی بعدم برات میخون. درخواست قبول کن. تو کدومایی؟ همین که گرم مستر کرده همونه. تو سکسی بیل تو پا نمیدم. سکسی بیل. خب نمره بده دیگه. فعلا نمره بده، دارم ویدیو میگیرم. علی کوپو هم اگه بشناسی تو اینستا. از چند دقیقاتی که از چند تا چند بهت نمره بدیم؟ از 0 تا 10. خب من همون درم میخوامت ساتونه. سیبیل بودی ولی میخوامت. تو چند گفتی؟ 10. نه از 10. از 10.
خب باشه ولی مرسی از همتون، خیلی خوشحال شدیم. سلامت باشین. میبینم